اون روز صبح که چشمامو باز کردم یه حس سنگین افتاده بود روی دلم. انگار ته دلم میدونستم قرار یه چیزی خراب بشه، ولی بهش محل نذاشتم. مثل همیشه با صدای مامان بیدار شدم که میگفت پاشو دیر شد واسه دانشگاه. با بیحالی بلند شدم، ولی ته دلم یه دلشوره عجیبی بود، یه چیزی که نمیذاشت درست نفس بکشم. اون روز قرار بود آرش بیاد دنبالم، همونی که 2 سال بود باهاش بودم، همونی که فکر میکردم همه زندگیمه، همونی که باهاش واسه آینده نقشه کشیده بودم با همه جزئیات. تو راه دانشگاه ساکت بود، از اون آرش پرحرف و شوخ خبری نبود. نگام نمیکرد، حتی دستمو نگرفت. دلم ریخت، گفتم شاید خسته است، شاید مشکلی داره، ولی ته دلم میدونستم یه چیزی فرق کرده. رسیدیم دم دانشگاه، حتی صبر نکرد تا من کامل پیاده شم. خداحافظی هم نکرد، فقط گفت مواظب خودت باش و رفت. همین جوری، سرد و بیروح. اون روز توی کلاس فقط به گوشیم نگاه میکردم، منتظر یه پیام، یه تماس، یه توضیح. هیچی نیومد. بعد کلاس بهش زنگ زدم، جواب نداد. پیام دادم، فقط یه سرت شلوغه نمیخوام مزاحمت بشم جوابم رو داد. اون لحظه فهمیدم یه چیزی تموم شده، ولی نمیخواستم باور کنم. چند روز گذشت، روزایی که کند میگذشتن، مثل کش اومدن یه درد که هیچ وقت تموم نمیشد. هر روز با 1000 امید گوشیمو چک میکردم، ولی هیچ پیامی نبود. آرش، همونی که یه زمانی با یه نگاهش روزمو میساخت، حالا نبود. نبودنش داد میزد یه چیزی عوض شده، یه چیزی خراب شده، بدون اینکه حتی بدونم چرا. یه شب توی استوری یکی از دوستام یه عکسی دیدم که نفسمو برید. یه عکس از یه کافه، 2 لیوان قهوه روبروی هم و یه نوشته: وقتی با کسی باشی که حالتو میفهمه، قهوه هم تلخی شیرین میشه. اون چیزی که منو لرزوند، اون اسم کوچیکی بود که تگ کرده بود: نیلوفر. اسمش برام آشنا بود، یه آشنای دردناک. هم دانشگاهیمون بود، از اون دخترایی که همیشه اطرافش پر از نگاه بود، همون که یه بار به هم گفته بود آرش خیلی خاصه و کاش یکی مثل اون تو زندگیش باشه. قلبم تیر کشید، باور نمی کردم، یا شاید نمیخواستم باور کنم. زنگ زدم به آرش. بعد از چند بوق صداش اومد، آروم ولی خسته. الو آرش، میخوای بگی چی بینمون میگذره؟ چرا حتی یه بار با هم حرف نزدی؟ چرا گذاشتی اینجوری دلم بلرزه؟ یه لحظه سکوت کرد، بعد با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت: نمیخواستم اذیتت کنم، نمیخواستم اونطوری تموم شه، ولی حس کردم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. تو زیادی خوبی، زیادی خوبی واسه من. اون جمله لعنتی زیادی خوبی هنوز تو گوشم زنگ میزنه. یعنی چی؟ یعنی چون من زیادی خوب بودم باید اینجوری ولم کنی بری سمت یکی دیگه؟ اشکام بی صدا ریختن. فقط گفتم: آرش، من واسه تو بودم با تمام وجودم. کاش یه بار فقط شجاعت داشتی و به هم میگفتی دلت دیگه با هم نیست، نه اینجوری با سکوت، با سایه. گوشی رو قطع کردم، ولی اون لحظه چیزی تو دلم شکست که تا آخر عمرم ترمیم نمیشد. روزای بعد از اون تماس لعنتی مثل یه کابوس کشدار بودن. هیچ چیزی خوشحالم نمی کرد، حتی چیزایی که یه روزی باهاشون میخندیدم. صدامو کسی نمیشنید، چون دیگه حتی حرف زدنم بی معنی شده بود. فقط سکوت، فقط اشک، فقط اون سوال بی جواب: چرا من کافی نبودم؟ شبها روی تختم دراز میکشیدم و به تک تک لحظه هامون فکر میکردم. به اون لبخندایی که فکر میکردم واقعی هن. به اون نگاهایی که حس میکردم مخصوص منن. ولی حالا نمیدونستم چند تا از اون نگاه ها مال من بوده و چند تاشون تو دل نیلوفر گم شده بودن. یه روز که گوشیمو بی هدف بالا و پایین میکردم، اتفاقی وارد پیج نیلوفر شدم. یه عکس 2 نفره، آرش کنار نیلوفر،
یه لبخند مصنوعی که انگار داشت از روی اجبار لبهاشو جمع می کرد. ولی بدترین قسمت کپشنش بود. بعضیا میمونن چون انتخاب شدن، نه چون اتفاقی بودن. اون جمله منو له کرد. یعنی من فقط یه اتفاق بودم تو زندگی آرش؟ یعنی همه اون خاطره ها، همه اون حس ها فقط یه برهه گذرا بود؟ اون شب تا صبح خوابم نبرد. انگار دنیا انگشت گذاشته بود رو درد دلم و هی فشار میداد. اما یه چیزی ته دلم زمزمه میکرد: تا کی میخوای بسوزی؟ اونی که رفته سهمت نبوده، ولی تو هنوز زنده ای، هنوز قلبت میتپه، هنوز لایق عشقی. صبح روز بعد از آینه به خودم نگاه کردم. چشمام پف کرده بود، ولی یه تصمیم تو نگاهم بود. دیگه نمیخواستم فقط یه سایه باشم تو زندگی کسی. باید دوباره خودم رو پیدا میکردم، بدون آرش، بدون هیچ کس. 2 ماه از روزهای تلخ و اشک‌ها گذشته بود. دلم شکست، قلبم شکسته تر شد. ولی یه روز توی اون کافه کوچیک همه چیز تغییر کرد. نشسته بودم و مشغول خوندن کتاب بودم که یه نفر اومد و گفت: میشه اینجا بشینم؟ سرمو که بلند کردم چشمام خورد به یه نگاه مهربون و آرامش بخش. اون آقا با لبخندی ساده نشست کنارم. هیچ حرفی نزدم اول، فقط حس کردم یه چیز تازه داره توی زندگیم شکل میگیره. اسمش سامان بود. آروم، صبور و باحال. هر روز به همون کافه میرفتیم، حرف میزدیم، میخندیدیم و کم کم دیگه دلم نمیخواست تنها باشم. سامان نه فقط یه دوست، بلکه یه نقطه امید بود که بهم نشون داد زندگی هنوزم میتونه زیبا باشه، حتی بعد از همه شکست ها. با سامان همه چیز فرق داشت. نه هیجان‌های کاذب، نه دلشوره‌های بی‌پایان. فقط یه آرامش واقعی که قلبمو تازه می‌کرد. هر روز که می‌گذشت بیشتر عاشقش می‌شدم. باهاش می‌رفتم، قدم می‌زدیم، قهقهه می‌زدیم. حتی وقتی یه روز بارونی گیر افتادیم و خیس شدیم، اون لحظه ها برام بهترین خاطره ها شد. یه روز وقتی زیر بارون دستشو گرفتم، فهمیدم که دیگه نمیخوام برگردم به اون روزهای تلخ. سامان بهم یاد داد که دوست داشتن یعنی مراقبت، صبر و همراه بودن، حتی وقتی دنیا خیلی سخت میشه. روزها میگذشت و من کم کم داشتم یاد میگرفتم چطوری کنار یه آدم واقعی، آروم و بی‌دروغ زندگی کنم. سامان برام مثل یه معجزه بود، ولی از اون معجزه هایی که نمیخوای از دستش بدی. هر لحظه باهاش بودن مثل یه تیکه کوچیک از یه رویای بزرگ بود، یه رویایی که تازه داشت واقعی میشد. با اینکه هنوز گاهی سایه گذشته میومد سراغم، اما سامان با یه لبخند سادهش میتونست کل ذهنم رو از تاریکی بکشه بیرون. اون روزا دیگه همه چی فرق کرده بود. دیگه شبها با گریه نمیخوابیدم. دیگه دلنگرونی برای دوست داشتن نبود. سامان همیشه میگفت: من با تو زندگی رو از اول شروع کردم. هیچ کسی قبل تو برام زندگی نبود. اما ته دلم یه چیزی بود که ولم نمی کرد. یه جور دلشوره که نکنه یه روزی اونم بره، نکنه مثل قبلیا بشه. آخه وقتی آدم یه بار شکسته، همیشه از تکرار اون درد میترسه. ولی سامان فرق داشت، حداقل تا اون لحظه. ما هنوز به خیلی چیزا نرسیده بودیم. هنوز به اون نقطه نرسیده بودیم که مطمئن شم قراره تا آخرش با هم باشیم. یه شب که با هم رفته بودیم کافه مورد علاقمون، اون با یه لحن جدی ولی پر از عشق گفت: ببین، من نمیخوام یه رابطه موقت دیگه باشم توی زندگی تو. اگه بخوای حاضرم یه خونه، یه زندگی، حتی یه آینده کنار تو بسازم. همون لحظه قلبم تند زد، نه از ترس، نه از اشک، از یه حس عجیبی که اسمش شاید آروم گرفتن بود. اما هنوز نمیدونستم چی میخوام. هنوز نمیدونستم با زخمای گذشتم چطوری باید آیندم رو بسازم. ولی اون شب با تمام تردیدها یه لبخند زدم و گفتم:
بذار یکم بیشتر زمان بدیم به دلمون. من نمیخوام دوباره با عجله بسازم و با درد خرابش کنم. و اونم فقط دستم رو گرفت و گفت هر چقدر که بخوای کنارتم. همون شب بود که فهمیدم قراره یه فصل جدیدی شروع شه. یه فصلی که شاید توش واقعا عاشقی کنم. عاشقی دیده بشم و شاید حتی برای همیشه بمونه. بعد از اون شب تو کافه خیلی چیزا تغییر کرد. نه اینکه یهو همه چی گل و بلبل بشه، ولی انگار یه جور اعتماد بینمون شکل گرفت. دیگه اون ترس لعنتی که همیشه ته دلم بود کم رنگ شده بود. سامان دیگه فقط یه آدم مهربون نبود. شده بود بخشی از روزمره هام. شده بود دلیل لبخندای بی دلیلم. هم صحبت وقتای بی‌حوصلگی و مهمتر از همه تکیهگاه وقتی که دنیا میخواست خستم کنه. یه روز ظهر وسط یه روز کاری شلوغ که حسابی کلافه بودم یه پیام ازش اومد. بی خیال همه چی. خودتو برسون پشت کافه همیشگی. غافلگیرت میکنم. خسته بودم ولی کنجکاو. رفتم. وقتی رسیدم دیدم یه پتو پهن کرده رو چمنای پشت کافه با چند تا خوراکی ساده و همون لبخند همیشگیش. نشستیم روبروی هم. یه فنجون قهوه داد دستم و گفت ببین نمیخوام عجله کنم. نمیخوام فشار بیارم. فقط میخوام بدونی هر روز بیشتر عاشقت میشم. بدون هیچ دلیلی. بدون اینکه بخوام عوضت کنم. همون لحظه دلم خواست زمان وایسه. نه به خاطر قشنگی اون لحظه. به خاطر حسی که بهم میداد. حس خواستنی بودن. نه فقط برای ظاهر یا خنده هام. برای خودم. همون منی که همیشه فکر میکردم زیادی درد داره واسه دوست داشتن. از اون روز به بعد روزام یه رنگ دیگه گرفته بود. با سامان میخندیدم. حرف میزدیم. حتی سر چیزای کوچیک دعوا میکردیم. ولی تهش میدونستیم که داریم میجنگیم برای نگه داشتن هم. یه روز وسط پیاده رو وایساد و گفت به نظرت یه روزی اسم من توی شناسنامت نوشته میشه؟ خندیدم و گفتم اگه تا اون موقع اینجوری بمونی شاید حتی زودتر از اون چیزی که فکر میکنی. سامان جدی نگام کرد و گفت من نمیخوام فقط بمونم. میخوام رشد کنم. کنارت. باهات. برای تو. چند ماه از اون پیکنیک ساده اما پر از حس گذشته بود. انگار اون روز شد شروع یه رابطه بالغ‌تر. دیگه فقط دوست داشتن نبود. شده بود درک کردن. شنیدن. کنار اومدن با گذشته هم. یه شب که بعد از یه روز خسته کننده کاری برگشتم خونه دیدم پیام داده میخوای فردا بریم یه جا که همیشه دلم میخواست با یکی که دوستش دارم برم. فرداش رفتیم یه خونه قدیمی و دنج توی شمال لب جنگل. جایی که بچگیهاش با پدر و مادرش میرفته اونجا. تو مسیر فقط داشت خاطره تعریف میکرد. اما من حس میکردم یه چیزی ته ذهنش هست که هنوز به من نگفته. شب کنار آتیش وقتی داشتیم چای میخوردیم و باد موهامو میزد گفت میدونی بعضی وقتا دلم میخواد زمانو نگه دارم. همین حالا، همین لحظه تو باشی، من باشم، هیچ کس دیگه مهم نباشه. با لبخند گفتم اگه اینجوری بخوای باید یه خونه وسط این جنگلا بسازیم که همیشه همین حسو داشته باشیم. یکم ساکت شد. بعد یهو خیلی جدی گفت واقعا اگه یه روزی ازت بخوام بیای تو زندگی واقعیم نه فقط خاطره هام تو دنیای شلوغم حاضری؟ یه لحظه مکث کردم. نه از ترس. از اون حجم از صداقت و تعهدی که تو نگاهش بود. گفتم آره اگه تو اونجایی منم هستم. فقط قول بده اگه یه روزی سخت شد نری. حرف بزنی بجنگی با من نه بر ضد من. یه لبخند از ته دل زد. همون لبخندی که همیشه آرومم میکرد. بعد همونجا از توی کیفش یه جعبه کوچیک در آورد. ولی نه حلقه بود نه چیز خاصی. فقط یه گردنبند ساده با یه پلاک کوچیک که روش نوشته بود هم نفس. گفت
نمیخوام عجله کنیم، ولی دلم میخواد هر روز بهت یادآوری کنم که تو هم نفس منی تا وقتی که بخوای. همونجا بود که اشک تو چشمام جمع شد، چون هیچ وقت از کسی نشنیده بودم که عشق و اینجوری بلد باشه. نه با وعده های بزرگ، با حسای کوچیک ولی واقعی. چند هفته از سفر شمالمون گذشته بود. من هنوز اون گردنبند هم نفس رو هر روز دور گردنم داشتم و با دیدنش یاد اون شب و نگاه سامان میافتادم. یه شب که داشتیم حرف میزدیم گفت باید کم کم مامانم رو در جریان بذارم. خیلی وقت حس میکنم که دیگه وقتشه. یه لحظه دلم لرزید، چون تجربه هام از گذشته بهم نشون داده بود که خانواده ها همیشه آسون نمیگیرن، مخصوصا وقتی پای یه دختر بی پشتوانه وسط باشه. ولی لبخند زدم و گفتم باشه، بگو، فقط بذار اگه قرار کسی قضاوتم کنه خودم جوابشو بدم. فردای اون روز سامان با مامانش حرف زد و راستشو بخوای اون چیزی که انتظارشو نداشتم اتفاق افتاد. مامانش اصرار داشت منو ببینه. با استرس رفتم دیدنش. یه خانم شیک، آروم، ولی با چشمایی که انگار هزار تا سوال داشتن. سریع رفتم سر اصل مطلب. از خودم گفتم، از گذشتم، از اشتباهاتی که کرده بودم، از چیزایی که یاد گرفته بودم. گفتم عاشق پسرشم، ولی نه کورکورانه. گفتم کنارش آرامش دارم، وگرنه به هیچ قیمتی خودمو نمیفروختم. مامانش یه لحظه ساکت موند. بعد یه چیزی گفت که هنوز تو گوشمه. دختری که اینجوری با صداقت از خودش میگه اگه قرار وارد زندگیم بشه باید بهش افتخار کنم. همونجا اشک تو چشمام جمع شد. نه از خوشحالی، از اون همه فشار که توی یه لحظه برداشته شد. بعد از اون دیدار انگار همه چی شکل گرفت. مامان سامان هر روز زنگ میزد، حالمو میپرسید. حتی یه بار گفت بیام خونشون شام. از اون شب به بعد رابطمون یه رنگ دیگه گرفت. دیگه فقط دوتایی نبودیم، شده بودیم یه تیم واقعی. سامان یه شب تو پارک روی نیمکت کنارم نشست و گفت میخوام خونه‌ای که ساختیم تو ذهنمون حالا واقعا بسازیمش، با 2 فنجون، یه گلدون شمدونی و هر شب صدای خنده هامون. من فقط نگاش کردم و گفتم اگه این خونه سقفش با عشق ساخته شه، حتی اگه چوبی باشه، از قصر هم قشنگتره. اون شب هیچ کدوممون نخوابیدیم، نه از استرس، از ذوق، چون حس می کردیم زندگی داره کم کم شکل واقعی خودش رو میگیره. اون شب از صبحش یه حس عجیبی داشتم، از اون حسا که نمیتونی توضیح بدی ولی قلبت میدونه یه چیزی تو راهه. سامان فقط گفته بود شب لباس قشنگ بپوشم چون قراره بریم یه جای خاص. ساعت 7 بود که با یه دسته گل و یه لبخند اومد دنبالم. یه لبخندی که همیشه میگفتم اگه یه روز گمشم فقط کافیه اونو ببینم تا دوباره خودم رو پیدا کنم. رفتیم یه رستوران خیلی آروم کنار یه پنجره بزرگ که رو به شهر باز می شد. فضا نور شمع داشت، موزیک ملایم و اون حس خاصی که فقط تو شبهای مهم هست. من یکم معذب بودم. گفتم چته سامان، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ لبخند زد و گفت میخوام یه کاری کنم که مدت هاست تو ذهنمه، ولی هر بار عقب انداختم. چون نمیخواستم فقط یه لحظه باشه، میخواستم بهترین لحظه باشه. دست کرد تو جیبش و در همین لحظه گوشیش زنگ خورد. با یه اخم نگاش کرد ولی جواب داد. قیافش تو چند ثانیه عوض شد، طوری که حس کردم چیز جدی هست. از پشت تلفن فقط یه جمله گفت باشه الان میام. گوشی رو قطع کرد، یه لحظه سکوت کرد و گفت عزیزم متاسفم، باید برم. یکی از دوستای قدیمیم تصادف کرده، الان توی بیمارستانه، تنهاست. من لبخند زدم و گفتم برو، فقط یه قول بده، اون چیزی که میخواستی بگی نذار تو دلت بمونه. یه نگاه عمیق کرد، اومد نزدیکم، دستمو گرفت و تو گوشم گفت فقط بدون
تو شدی دلیل نفس کشیدن هر روزم. میخوای همه لحظه‌های بعدی رو کنارت بسازم اگه تو بخوای. و رفت. اون شب انگار وسط یه لحظه شیرین یه طوفان کوچیک اومد، ولی ته دلم روشن بود، چون میدونستم اونی که قراره باهاش زندگی کنم حتی وقتی وسط خوشحالیش اتفاق بدی میفته، باز اولویتش انسانیت و وفاداریه. 2 روز از اون شب گذشته بود. خبری از سامان نبود، نه زنگی نه پیامی. ته دلم آشوب بود، ولی به خودم دلداری میدادم که شاید واقعا شرایط سختیه واسش. روز سوم زنگ خونه خورد. خود سامان بود، اما یه جور دیگه. چشمهاش خسته، صداش گرفته، دلش پر. اومد نشست روبروم با اون نگاه همیشه صادقش. گفتم سامان چی شده؟ چرا هیچ خبری ازت نبود؟ یه نفس عمیق کشید و گفت نمیخواستم با یه ذهن درگیر بیام سراغت، ولی دیگه طاقت نداشتم. شروع کرد به تعریف کردن. اون شب که رفتم بیمارستان دیدم یه نفر که فکر میکردم از زندگیم برای همیشه رفته برگشته. یه دوست قدیمی نبود، یه نامزدی بود که چند سال پیش به هم خیانت کرد و رفت، ولی حالا با تصادف از دست دادن حافظه برگشته بود و فقط منو یادش بود. فقط منو. قلبم یه لحظه وایساد، ولی بیشتر از ناراحتی فقط دلم میخواست بدونم چی میخواد بگه. اونا ازم خواستن چند روزی کنارش باشم، شاید کمک کنه حافظش برگرده. منم موندم بین گذشته‌ای که زخمش هنوز خوب نشده و تویی که برام شدی مرهم همه اون زخما. ساکت موندم، نمیدونستم چی بگم، ولی توی چشماش هیچ دودلی نبود. گفت اما بدون، اون فقط یه بخش از زندگی گذشتمه. تویی که میخوام آیندمو باهات بسازم. تویی که باعث شدی دوباره به عشق ایمان بیارم. اون چند روزو فقط برای وجدان خودم موندم، نه برای دل، چون دلم از خیلی وقت پیش دیگه فقط برای تو میزنه. چشام پر اشک شد، اما این بار از بغض نبود. از اون حس امنی بود که فقط کنار کسی داری که بلد درست انتخاب کنه، حتی وقتی گذشته به زور خودشو میچسبونه به حال آدم. گفتم اگه هنوز اینجایی یعنی همه چی همونه که باید باشه. بیا از نو بسازیم، اما این بار با هم. لبخند زد، اون لبخند لعنتی که همیشه دلمو میلرزوند. بعد از اون گفتگوی پر از احساس انگار همه چی داشت از نو شروع می شد. سامان دوباره شد همون آدمی که می خندید. امید داشت، برام قهوه درست می کرد و با هر حرکتش نشون میداد که منو، این رابطه رو، زندگیشو جدی گرفته. یه شب وسط سکوت خونه نشستیم رو کاناپه. سرم رو گذاشته بودم رو شونش. صدای قلبش آرومم می کرد. گفت فکر کردی یه روزی بچه دار بشیم چی میشه؟ لبخند زدم و گفتم اگه بچه‌مون مثل تو باشه یه دنیا عشق میاد باهاش. خندید، ولی ته اون خنده یه مکث کوتاه کرد. همون لحظه فهمیدم یه چیزی تو دلشه. گفتم چیه سامان؟ چیزی هست که نمیگی؟ نفسشو داد بیرون و گفت راستش چند سال پیش توی همون دوران سختی که ازش گذشتم دکترها گفتن احتمال بچه دار شدنم خیلی کمه. اون موقع خیلی داغون بودم، نمیخواستم هیچ رابطه ای رو خراب کنم با این موضوع. واسه همون موقع قید همه چی رو زدم. نگاش کردم، توی چشماش غم بود، ولی بیشتر از اون ترس از دست دادن من. گفت اگه بخوای یه روزی بچه داشته باشی و من نتونم، نمیخوام جلوی خوشبختی تو بگیرم. اون لحظه قلبم شکست، نه برای اینکه ممکنه بچه نداشته باشیم، برای اینکه سامان بازم فکر کرده ممکنه من برم. آروم دستشو گرفتم و گفتم سامان، من تو رو برای خودت میخوام، نه برای اینکه بچه دار بشیم یا نشیم. اگه قرار باشه یه روزی بچه‌ای توی این خونه باشه، فقط باید تو پدرش باشی، چه واقعی چه با دل. اگه نشه، ما بازم 2 نفر عاشقیم که قرار کنار هم زندگی کنیم. این یعنی همه چی. یهو سکوت کرد، اشک توی چشماش جمع شد، محکم بغلم کرد و گفت
تو همون معجزه‌ای هستی که باورش نکردم، ولی اومدی و شدی باور زندگی من. اون شب شاید آیندمون یه سوال بزرگ داشت، اما دلهامون برای اولین بار بدون ترس کنار هم بود. روزهای بعد از اون شب انگار دنیا برامون تازه شده بود. سامان دیگه ترس نداشت. منم دیگه مطمئن بودم که هرچی پیش بیاد کنار هم میمونیم. تصمیم گرفتیم زندگی رو بسازیم با هر سختی و چالشی. یه روز که سامان داشت از سر کار برمیگشت، یه تماس عجیب گرفت. صدای توی گوشی لرزش داشت. چهرش ناگهان تغییر کرد. گفت یه خبری هست که باید بدونی. با دستای لرزون گوشی رو گذاشت کنار و به هم نگاه کرد. گفتم چیه؟ آهی کشید و گفت دوباره تست دادم و جوابش اومد. قلبم از شدت تپش داشت منفجر می شد. میخواستم آروم باشم اما نمیتونستم. گفت سامان، دوباره اون مشکلی که سالها پیش بهم گفتن حل شده. دکترها گفتن حالا میتونم پدرشم. نمیدونستم چی بگم. از خوشحالی داشتم گریه میکردم. ولی همین لحظه گوشی زنگ خورد. یه شماره ناشناس. سامان جواب داد. صدایی که از گوشی اومد همه چیزو به هم ریخت. سامان، من داداشتم. بعد این همه سال من برگشتم. هوا انگار توی اتاق سنگین شد. من نفهمیدم کی بود، چرا برگشته، ولی اون لحظه فهمیدم زندگی ما فقط تازه داره شروع میشه. قصه‌ای که فکر میکردیم تموم شده بود، حالا هزار تا پیچ و تاب جدید داشت. بهت زده به سامان نگاه کردم. اون نگاه همو گرفت و گفت نترس، من همه چی رو با تو جلو میبرم، ولی باید آماده باشیم. اون لحظه تصمیم گرفتم هر چی پیش بیاد ما با هم میمونیم، چون زندگی واقعی همین پیچ و خماست، نه فقط روزای آروم. سامان دیگه خسته شده بود از همه فشارها و درگیری‌هایی که برادرش درست کرده بود. اون روز وقتی دوباره برادرش با تهدید اومد، سامان این بار دیگه دست رو دست نذاشت. با آرامش ولی محکم حرف زد. بس کن دیگه. نمیذارم زندگیمو خراب کنی. من و زندگی که ساختم حق خودمه، نه مال تو. برادرش که دید سامان تغییر کرده یه لحظه جا خورد، اما هنوز راضی نبود. ولی دیگه نمیتونست زورش رو به سامان تحمیل کنه. از اون روز به بعد اوضاع آرومتر شد. سامان تونست روی رابطش با زندگی جدیدش تمرکز کنه و روز به روز عشق و آرامشش بیشتر شد. ولی زندگی همیشه هم ساده نیست. یه اتفاق تازه تو راه بود که همه چیز رو دوباره تغییر داد. یک روز صبح گوشی سامان زنگ خورد. وقتی جواب داد همون دختری بود که حافظش رو از دست داده بود. از سامان خواست که برگرده توی زندگیش. حتی اگه نمیخواد برگرده، راضی بشه که پنهونی با اون دوست باشه. سامان با یک نه قاطع تلفن رو قطع کرد. سامان از اون تماس هنوز تو شوک بود. اون صدای زنونه که بهش زنگ زده بود خاطره های خاک خورده ای رو زنده کرده بود. یه قسمت هایی از گذشته که نه افتخار میکرد بهش، نه دلش میخواست دیگه مرورش کنه. ولی حس کرد وقتش همه چیز رو بذاره روی میز. وقتش به عشقی که ساخته بودن صداقت بده، نه دروغ، نه پنهون کاری. اون شب وقتی باش توی کافه دنج نشسته بودیم، لیوان چاییشو برداشت و با نگاهی سنگین گفت یه چیزی هست که باید بدونی. شاید تغییرت بده، شاید اذیتت کنه، ولی حقت بدونی. با دقت نگاش کرد و گفت هر چی هست بگو. من با نیمه تموم ها نمیمونم، یا همه چی یا هیچی. سامان نفسش رو بیرون داد. همه چیزو گفت. از اون رابطه قدیمی، از زنی که یه زمانی بخشی از زندگیش بوده، از اشتباهی که کرده بود و حتی از اون تماس تلفنی لعنتی. نه برای مظلوم نمایی، نه برای توجیه، فقط برای اینکه سبک شه و قلبشو بده به کسی که حالا همه چیزش بود. چند دقیقه سکوت شد. هیچ صدایی جز تپش قلب دوتاشون شنیده نمیشد، تا اینکه اون دختر لبخند زد. آروم دست سامانو گرفت و گفت گذشتت مال توه، آیندهت مال ماست. من واسه ساختن آینده کنارتم، نه قضاوت گذشتت. اون لحظه برای سامان انگار دنیا متوقف شد. انگار همه زخما، دردا، پشیمونی ها یه دفعه التیام پیدا کرده بودن. چند ماه بعد
توی یه باغ کوچیک زیر نور آفتاب و در جمعی از آدمای نزدیک و صمیمی صدای بله شنیده شد. صدایی که بعد از کلی چالش، بالا و پایین، اشک و لبخند، آخرش به یه عشق واقعی ختم شد. سامان و عشقش با دستایی که دیگه هیچ وقت ول نمیشد وارد یه زندگی جدید شدن. یه زندگی که نه از اول بی‌نقص بود، نه بدون سختی، اما پر از ما بود. پر از فهمیدن، شنیدن، ساختن و موندن. ممنون که تا پایان داستان با ما همراه بودید. اگه از شنیدن داستان خوشتون اومد، با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.